من داوود افتخار هستم و این اپیزود دوم از پادکست Between the Lines هست. برای این قسمت داستان کوتاهی از همینگوی انتخاب کردم. ارنست همینگوی، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی، از مهمترین چهره‌های ادبیات قرن 20 بود. همینگوی ابتدا خبرنگار جنگی بود و تجربه حضورش در جنگ جهانی اول، جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی دوم بخش زیادی از فضای آثارش رو شکل داد. همینگوی در سال 1954 جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. سبک نویسندگی همینگوی ساده، موجز و خالی از زرق و برق زبانی است. همینگوی از جملات کوتاه و واژگان روزمره استفاده میکنه و جزئیات غیر ضروری رو حذف میکنه تا خواننده از لابلای سکوت‌ها و ناگفته‌ها به معنا برسه. شخصیت‌هاش اغلب در موقعیت‌های دشوار و در رویارویی با مرگ، خشونت یا شکست قرار میگیرن، اما با آرامش و وقار با این موقعیت‌ها روبرو میشن. تجربه‌های شخصیش در جنگ، سفر، شکار، ماهیگیری و گاوبازی فضای آثارش رو شکل داده و به اونها حس واقع‌گرایی و قدرت تصویرسازی بخشیده. از آثار مهم همینگوی اینها رو میشه اسم برد: The Old Man in the Sea، پیرمرد دریا، که در سال 1953 برنده جایزه پولیتزر شد. A Farewell to Arms، وداع با اسلحه. For Whom the Bell Tolls، زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند. The Sun Also Rises، آفتاب همچنان می‌دمد، و مجموعه داستان‌هایی مثل In Our Time، در زمانه ما، و Men Without Women، مردان بدون زنان. بریم داستان رو با هم بخونیم. In Another Country، در سرزمینی دیگر، by Ernest Hemingway. In the fall, the war was always there, but we did not go to it anymore. سراسر پاییز جنگ ادامه داشت، اما ما دیگر در آن شرکت نداشتیم. It was cold in the fall in Milan and the dark came very early. پاییز میلان سرد بود و هوا خیلی زود رو به تاریکی میگذاشت. Then the electric lights came on and it was pleasant along the streets looking in the windows. سپس چراغ‌ها روشن می‌شد و تماشای ویترین مغازه‌ها در خیابان دلچسب بود. There was much game hanging outside the shops and the snow powdered in the fur of the foxes and the wind blew their tails. شکارهای زیادی بیرون مغازه‌ها آویزان کرده بودند و برف لابلای خز روباها را سفید کرده بود و باد دمانها را تکان می‌داد. The deer hung stiff and heavy and empty, and the small birds blew in the wind and the wind turned their feathers. گوزنها سفت و سخت و سنگین و تو خالی بودند. پرنده های کوچک توی باد به این طرف و آن طرف تکان می‌خوردند و باد پرهایشان را برمیگرداند. It was a cold fall and the wind came down from the mountains. پاییز سردی بود و باد از طرف کوه‌ها می‌وزید. We were all at the hospital every afternoon and there were different ways of walking across the town through the dusk to the hospital. ما هر روز بعد از ظهر توی بیمارستان بودیم و در تاریک و روشن هوا از راه‌های مختلفی میشد شهر را زیر پا گذاشت و به بیمارستان رسید. Two of the ways were alongside canals but they were long. دو راه از کنار کانال میگذشت که طولانی بود. Always though you cross the bridge across a canal to enter the hospital. با وجود این همیشه میبایست از روی یکی از پلهای کانال میگذشتیم و وارد بیمارستان میشدیم. There was a choice of 3 bridges. از 3 پل کانال یکی را میشد انتخاب کرد. On one of them a woman sold roasted chestnuts. روی یکی از پلها زنی بلوط بوداده میفروخت. It was warm, standing in front of her charcoal fire and the chestnuts were warm afterwards in your pocket. جلوی آتش زغال که می ایستادیم گرم بود و بلوطها توی جیبمان گرم می ماند. The hospital was very old and very beautiful and you entered through a gate and walked across a courtyard and out a gate on the other side. بیمارستان خیلی قدیمی و خیلی زیبا بود. آدم از یک دروازه وارد می شد، از حیاط می گذشت و از دروازه دیگر در طرف دیگر خارج می شد. There were usually funerals starting from the courtyard. معمولاً با تشییع جنازه‌ای روبرو می شدیم که از حیاط شروع می شد.
beyond the old hospital were the new brick pavilions, and there we met every afternoon, and were all very polite and interested in what was the matter, and sat in the machines that were to make so much difference. پشت بیمارستان قدیمی پاویون‌های آجری نوساز قرار داشت و همینجا بود که ما هر روز بعد از ظهر جمع می شدیم و با ادب و علاقه زیاد به موضوع مورد نظرمان می پرداختیم و روی دستگاه‌هایی می نشستیم که قرار بود وضع ما را حسابی تغییر دهند. The doctor came up to the machine where I was sitting and said, "What did you like best to do before the war? Did you practice a sport?" دکتر بالای سر دستگاهی آمد که من رویش نشسته بودم و گفت پیش از جنگ چه کاری رو بیشتر از همه دوست داشتین؟ ورزش میکردین؟ I said, yes, football. گفتم بله فوتبال بازی میکردم. Good, he said. You will be able to play football again better than ever. گفت خب پس اینو بدونین که دوباره بهتر از همیشه میتونین فوتبال بازی کنین. My knee did not bend and the leg dropped straight from the knee to the ankle without a calf, and the machine was to bend the knee and make it move as in riding a tricycle. زانوی من خم نمیشد و پایم که ماهیچه ساق را نداشت موقع راه رفتن سیخ بود و دستگاه قرار بود زانویم را خم کند و مثل راندن سه چرخه به حرکت درآورد. But it did not bend yet, and instead the machine lurched when it came to the bending part. اما زانو خم نمی شد و وقتی دستگاه به جایی می رسید که می بایست زانو را خم کند به لرزش در می آمد. The doctor said, "That will all pass. You are a fortunate young man. You will play football again like a champion." دکتر گفت اینها میگذره. شما جوان خوششانسی هستین. چیزی نمیگذره که دوباره مثل یک قهرمان بازی می کنید. In the next machine was a major who had a little hand like a baby's. روی دستگاه دیگر سرگردی قرار می گرفت که دست کوچکی شبیه دست بچه ها داشت. He winked at me when the doctor examined his hand, which was between two leather straps that bounced up and down and flapped the stiff fingers, and said, "And will I too play football, Captain Doctor?" همانطور که دکتر دست او را معاینه می‌کرد، دستی که لای دو تسمه چرمی قرار داشت و بالا و پایین می‌رفت و انگشتان سیخ شده را به تکان در می‌آورد، به من چشمک زد و گفت: جناب سروان، من هم فوتبال بازی می‌کنم. He had been a very great fencer, and before the war the greatest fencer in Italy. سرگرد شمشیرباز ماهری بود و پیش از جنگ بزرگترین شمشیرباز ایتالیا شناخته می‌شد. The doctor went to his office in a back room and brought a photograph which showed a hand that had been withered almost as small as the major's before it had taken a machine course, and after was a little larger. دکتر به اتاق پشتی آنجا که دفترش بود رفت و عکسی را آورد که در آن دست خشکیده‌ای کمابیش به کوچکی دست سرگرد دیده میشد و قبل و بعد از معالجه با دستگاه را که بزرگتر شده بود نشان میداد. The major held the photograph with his good hand and looked at it very carefully. سرگرد عکس را با دست سالمش گرفت، به دقت نگاهی به آن انداخت. A wound? He asked. گفت تو جنگ مجروح شده؟ An industrial accident, the doctor said. دکتر گفت تو حادثه ناشی از کار. Very interesting, the major said, and handed it back to the doctor. سرگرد گفت خیلی جالبه و عکس را به دکتر پس داد. Have you confidence? شما امیدوارین؟ No, said the major. سرگرد گفت نه. There were 3 boys who came each day who were about the same age I was. مردان جوانی که آنجا جمع می شدند 3 نفر بودند و همه کم و بیش سن و سال مرا داشتند. They were all 3 from Milan, and one of them was to be a lawyer, and one was to be a painter, and one had intended to be a soldier. And after we were finished with the machines, sometimes we walked back together to the Café Cova, which was next door to the Scala.
هر سه نفرشون اهل میلان بودند. یکیشان قرار بود وکیل بشود، یکیشان نقاش و یکیشان ارتشی. کارمون که با دستگاه ها تمام میشد، گاهی به اتفاق هم قدم زنان برمیگشتیم و میرفتیم کافه کاوا که چسبیده به کافه اسکالا بود. We walked the short way through the communist quarter because we were four together. چون 4 نفری با هم بودیم، از محله کمونیست ها میانداختیم میرفتیم. The people hated us because we were officers, and from a wine shop some would call out a basso ufficiale as we passed. آدم‌های آنجا چشم دیدن ما را نداشتند چون ما افسر بودیم و همانطور که می‌گذشتیم یک نفر از توی مغازه شراب فروشی داد می‌کشید مرگ بر هرچی افسره. Another boy who walked with us sometimes and made us five wore a black silk handkerchief across his face because he had no nose then and his face was to be rebuilt. یکی دیگر از بچه‌هایی که گاهی با ما قدم میزد و جمعمان به 5 نفر میرسید، دستمال ابریشمی سیاه به صورتش میبست، چون آن وقتها دماغ نداشت و قرار بود صورتش را ترمیم کنند. He had gone out to the front from the military academy and been wounded within an hour after he had gone into the front line for the first time. او از آکادمی نظامی برای اولین بار یک راست به جبهه رفته بود و همان ساعت اول ورودش به جبهه مجروح شده بود. They rebuilt his face, but he came from a very old family and they could never get the nose exactly right. اما او از یک خانواده اسم و رسم دار بود و دماغش هیچ وقت آنطور که می‌خواستند به شکل اولش نشد. He went to South America and worked in a bank. او سپس راهی آمریکای جنوبی شد و توی بانکی به کار مشغول شد. But this was a long time ago and then we did not any of us know how it was going to be afterward. اما این موضوع مربوط به خیلی قدیم بود و بعد هیچ کدام از ما خبری از اون نداشتیم. We only knew then that there was always the war, but that we were not going to it anymore. چیزی که می‌دانستیم این بود که همیشه جنگ بود و ما دیگر در آن شرکت نداشتیم. We all had the same medals except the boy with the black silk bandage across his face, and he had not been at the front long enough to get any medals. ما همه مدال‌های مشابهی داشتیم به جز جوانی که نوار سیاه ابریشمی به صورتش می‌بست. آخر او آنقدرها جبهه نمانده بود تا مدال بگیرد. The tall boy with a very pale face who was to be a lawyer had been a lieutenant of our ditty and had 3 medals of the sort we each had only one of. جوان بلندقدی که چهره رنگ پریده‌ای داشت و قرار بود وکیل شود ستوان نیروهای ویژه بود و از مدال‌هایی که ما هر کدام یکی داشتیم او 3 تا داشت. He had lived a very long time with death and was a little detached. مدت‌های طولانی با مرگ دست پنجه نرم کرده بود و اندکی گوشه‌گیر بود. We were all a little detached and there was nothing that held us together except that we met every afternoon at the hospital. ما همه اندکی گوشه‌گیر بودیم و هیچ گونه وابستگی به هم نداشتیم جز آنکه هر روز بعد از ظهر توی بیمارستان جمع می‌شدیم. Although as we walked to the Kova through the tough part of town, walking in the dark with light and singing coming out of the wine shops and sometimes having to walk into the street when the men and women would crowd together on the sidewalk so that we would have had to jostle them to get by. We felt held together by there being something that had happened that they, the people who disliked us, did not understand. هرچند سر راهمان به کووا قسمت ناجور شهر را زیر پا می‌گذاشتیم و از توی تاریکی می‌رفتیم، مغازه‌های شراب فروشی را می‌دیدیم که چراغ‌هایشان روشن است و صدای ساز و آواز از آنها شنیده می‌شود. گاهی ناگزیر بودیم که از توی خیابان عبور کنیم چون مردها و زنها آنجا توی پیاده‌رو جمع می‌شدند و ما مجبور بودیم به زحمت از لابلایشان عبور کنیم و احساس می‌کردیم اتفاقی برای ما افتاده که آنها، یعنی آدم‌هایی که چشم دیدن ما را نداشتند، از آن بیخبرند و همین موضوع ما را به هم پیوند می‌داد. We ourselves all understood the Kova, where it was rich and warm and not too brightly lighted and noisy and smoky at certain hours, and there were always girls at the tables and the illustrated papers on a rack on the wall.
ما همه قطر کافه کووا را می دانستیم. توی کافه گرم و دنج بود و خیلی روشن نبود و در بعضی ساعتها شلوغ و پر از دود بود و همیشه دخترهایی آنجا پشت میزها نشسته بودند و روزنامه‌های مصور روی تاقچه کنج دیوار بود. The girls at the Kova were very patriotic, and I found that the most patriotic people in Italy were the cafe girls, and I believe they are still patriotic. دخترهای کافه کووا خیلی میهن پرست بودن و من پی بردم که توی ایتالیا آدمهایی که میهن پرست تر از همه‌اند دخترهای کافند و معتقدم که هنوز هم میهن پرستند. The boys at first were very polite about my medals and asked me what I had done to get them. بچه ها آن اوایل مدالهای من برایشون با ارزش بود و میپرسیدند چه کار کردم که آن مدالها را گرفتم. I showed them the papers which were written in very beautiful language and full of fratellanza and abnegazione, but which really said, with the adjectives removed, that I had been given the medals because I was an American. آن وقت من مدارکی را به آنها نشان می‌دادم که با زبانی بسیار زیبا نوشته شده بود و از برادری و فداکاری نقل کرده بود، اما اگر آدم عبارت پردازی ها را کنار می‌گذاشت، مضمون واقعیش این بود که چون آمریکایی بودم این مدال ها را به من دادند. After that, their manner changed a little toward me, although I was their friend against outsiders. بعد از آن بود که رفتارشان اندکی با من تغییر کرد. هرچند من در برابر بیگانگان دوست به حساب می آمدم. I was a friend, but I was never really one of them after they had read the citations, because it had been different with them and they had done very different things to get their medals. من دوستشان بودم، اما بعد از آن که آنها تقدیرنامه ها را خواندند، با من آن گرمی همیشگی را نداشتند، چون با مال آنها فرق داشت و آنها برای گرفتن مدال کارهای دیگری کرده بودند. I had been wounded, it was true, but we all knew that being wounded after all was really an accident. درست بود که من مجروح شده بودم، اما ما همه می دانستیم که مجروح شدن چیزی جز تصادف نیست. I was never ashamed of the ribbons, though, and sometimes after the cocktail hour, I would imagine myself having done all the things they had done to get their medals, but walking home at night through the empty streets with the cold wind and all the shops closed, trying to keep near the street lights. I knew that I would never have done such things, and I was very much afraid to die, and often lay in bed at night by myself, afraid to die and wondering how I would be when I went back to the front again. هرچند من از مدالهایم خجالت نمی کشیدم و حتی گاهی بعد از بالا انداختن کوکتل در خیال تمام کارهایی را تصور می کردم انجام دادم که آنها برای به دست آوردن مدال انجام داده بودند. اما همونطور که توی شب و توی آن باد مغازه ها بسته بود، قدم زنان به طرف خانه می رفتم و سعی می کردم از نزدیک چراغ‌های خیابان عبور کنم، می دانستم که توانایی انجام چنین کارهایی را نداشتم. راستی از مردن می ترسیدم و اغلب شبها که تک و تنها در تخت دراز کشیده بودم از ترس مردن به خودم می لرزیدم و به این موضوع فکر می کردم که اگر دوباره به جبهه برگردم آن وقت چه به روزم می آید. The three with the medals were like hunting hawks, and I was not a hawk. Although I might seem a hawk to those who had never hunted, they, the three, knew better, and so we drifted apart. سه جوانی که مدال گرفته بودند مثل باز شکاری بودند و من باز شکاری نبودم. هرچند ممکن بود در نظر آدم‌هایی که چیزی شکار نکرده‌اند باز باشم. آنها، یعنی آن سه نفر، از همه چیز خبر داشتند و بنابراین ما از هم دور شدیم. But I stayed good friends with the boy who had been wounded his first day at the front, because he would never know now how we would have turned out, so he could never be accepted either, and I liked him because I thought perhaps he would not have turned out to be a hawk either. اما رابطه من با جوانی که روز اول ورودش به جبهه مجروح شده بود دوستانه باقی ماند. علتش هم این بود که نمیدانست چه عذاب در می آمد و بنابراین کسی کاه توی آخرش نمی کرد و من به این علت از او خوشم می آمد که خودش هم نمی دانست باز شکاری عذاب در نیامده است.
The major, who had been the great fencer, did not believe in bravery and spent much time while we sat in the machines correcting my grammar. سرگردی که شمشیرباز ماهری بود به شجاعت اعتقادی نداشت و در مدتی که روی دستگاه قرار می گرفت بیشتر وقتش را صرف اصلاح غلطهای دستوری من می کرد. He had complimented me on how I spoke Italian and we talked together very easily. از ایتالیایی حرف زدن من تعریف می کرد و ما خیلی راحت با هم حرف می زدیم. One day I had said that Italian seemed such an easy language to me that I could not take a great interest in it. Everything was so easy to say. یک روز گفتم که زبان ایتالیایی آنقدر آسان است که علاقه مرا جلب نمی کند. هر حرفی را خیلی راحت می توان بر زبان آورد. Ah, yes, the major said. Why then do you not take up the use of grammar? سرگرد گفت آهان بله، در این صورت چرا دنبال یادگیری دستور زبان نیستی؟ So we took up the use of grammar and soon Italian was such a difficult language that I was afraid to talk to him until I had the grammar straight in my mind. این بود که ما دنبال دستور زبان را گرفتیم و چیزی نگذشت که زبان ایتالیایی آنقدر دشوار شد که جمله را تا وقتی در ذهنم از نظر دستوری سبک و سنگین نمی کردم می ترسیدم بر زبان بیاورم. The major came very regularly to the hospital. سرگرد خیلی مرتب به بیمارستان می آمد. I do not think he ever missed a day, although I am sure he did not believe in the machines. فکر نمی کنم حتی یک روز غیبت کرده باشد. هرچند یقین دارم که اعتقادی به دستگاه ها نداشت. There was a time when none of us believed in the machines and one day the major said it was all nonsense. سرانجام وقتی رسید که هیچ کدام از ما دیگر اعتقادی به دستگاه ها نداشتیم و سرگرد یک روز گفت که آشغالند. The machines were new then and it was we who were to prove them. دستگاه ها جدید بودند و این ما بودیم که قرار بود کارایی آنها را ثابت کنیم. It was an idiotic idea, he said, a theory like another. سرگرد گفت که اصلاً فکر احمقانه‌ای بوده و این هم یک نظریه مثل نظریه های دیگه است. I had not learned my grammar and he said I was a stupid, impossible disgrace and he was a fool to have bothered with me. از طرف دیگر من دستور زبان یاد نگرفتم و او گفت که من کودن و مایه شرمساریم و گفت که کودن بوده که خودش را به خاطر من به زحمت انداخته است. He was a small man and he sat straight up in his chair with his right hand thrust into the machine and looked straight ahead at the wall while the straps thumped up and down with his fingers in them. مرد ریزندامی بود و شق و رق روی صندلیاش می نشست و دست راستش را دراز می کرد توی دستگاه فرو می برد و یک راست به دیوار نگاه می کرد و در آن حال تسمه ها انگشتان او را بالا و پایین می بردند. What will you do when the war is over, if it is over? He asked me. Speak grammatically. از من پرسید جنگ که تموم بشه چه کار می کنی؟ قواعد دستوری رو توی حرفات رعایت کن. I will go to the States. میرم آمریکا. Are you married? زن داری؟ No, but I hope to be. نه، امیدوارم پیدا کنم. The more of a fool you are, he said. He seemed very angry. A man must not marry. ظاهراً عصبانی شد گفت معلوم میشه خیلی حالویی. مرد که زن نمیگیره. Why, Signor Maggiore? چرا جناب سرگرد؟ Don't call me Signor Maggiore. به من نگو جناب سرگرد. Why must not a man marry? چرا مرد نباید زن بگیره؟ He cannot marry. He cannot marry, he said angrily. If he is to lose everything, he should not place himself in a position to lose that. He should not place himself in a position to lose. He should find things he cannot lose. با اوقات تلخی گفت اگه مرد قرار باشه تو موقعیتی قرار بگیره که همه چیزو ببازه نباید خودش تو همچین موقعیتی قرار بده که بازنده بشه. باید دنبال چیزهایی باشه که از دست دادنی نیست. He spoke very angrily and bitterly and looked straight ahead while he talked. با عصبانیت و تلخی زیادی حرف میزد و همانطور که صحبت میکرد یک راست به جلو نگاه میکرد. But why should he necessarily lose it?
مگه مقرر شده که آدم از دستش بده؟ He'll lose it, the major said. سرگرد گفت از دست میده. He was looking at the wall. داشت به دیوار نگاه میکرد. Then he looked down at the machine and jerked his little hand out from between the straps and slapped it hard against his thigh. سپس سرش را پایین آورد، به دستگاه نگاه کرد، دست کوچکش را از لای تسمه ها بیرون کشید و محکم روی زانویش گفت. He'll lose it, he almost shouted. Don't argue with me. تقریباً داد زد. از دست میده. با من بحث نکن. Then he called to the attendant who ran the machines. Come and turn this damn thing off. بعد خطاب به مسئول دستگاه گفت بیا این لعنتی رو خاموش کن. He went back into the other room for the light treatment and the massage. او برای پرتو درمانی و ماساژ به آن یکی اتاق برگشت. Then I heard him ask the doctor if he might use his telephone and he shut the door. سپس شنیدم که از دکتر اجازه گرفت تلفن کند و در را بست. When he came back into the room, I was sitting in another machine. وقتی به اتاق برگشت، من روی دستگاه دیگری نشسته بودم. He was wearing his cape and had his cap on, and he came directly toward my machine and put his arm on my shoulder. شنلش را پوشیده بود و کلاهش را بر سر گذاشته بود. یک راست به طرف دستگاهی که رویش نشسته بودم آمد و دستش را روی شانه‌ام گذاشت. I am so sorry, he said, and patted me on the shoulder with his good hand. I would not be rude. My wife has just died. You must forgive me. دست سالمش را به شانه‌ام زد و گفت خیلی معذرت میخوام. نباید جسارت میکردم. همسرم تازه مرده. باید منو ببخشی. Oh, I said, feeling sick for him. I am so sorry. من که دلم به حالش سوخته بود گفتم خیلی متاسفم. He stood there biting his lower lip. It is very difficult, he said. I cannot resign myself. ایستاده بود آنجا و لب پایینش را میگزید. گفت خیلی سخته. نمیتونم باهاش کنار بیام. He looked straight past me and out through the window. مستقیم به پشت سر من و بیرون پنجره نگاه میکرد. Then he began to cry. I am utterly unable to resign myself, he said and choked. سپس شروع به گریه کرد. گفت اصلا نمیتونم باهاش کنار بیام و بغض کرد. And then crying, his head up looking at nothing, carrying himself straight and soldierly with tears on both his cheeks and biting his lips, he walked past the machines and out the door. سپس گریان با قامت افراشته مثل یک سرباز در حالی که اشک روی گونه‌هایش نشسته بود و لب‌هایش را می‌گزید از کنار دستگاه‌ها گذشت و بیرون رفت. The doctor told me that the major's wife, who was very young and whom he had not married until he was definitely invalided out of the war, had died of pneumonia. دکتر به من گفت که همسر سرگرد که بسیار جوان بوده و تنها وقتی با سرگرد ازدواج کرده که کاملا مشخص شده او معلول است و از رزم معاف شده، از ذات‌الریه مرده است. She had been sick only a few days. بیماری 2-3 روزی بیشتر طول نکشیده بود. No one expected her to die. هیچ کس انتظار نداشته او بمیرد. The major did not come to the hospital for 3 days. سرگرد 3 روز به بیمارستان نیامد. Then he came at the usual hour wearing a black band on the sleeve of his uniform. سپس در ساعت معمول پیدایش شد و نوار سیاه به آستین یونیفرمش بسته بود. When he came back, there were large framed photographs around the wall of all sorts of wounds before and after they had been cured by the machines. وقتی برگشت عکس‌های بزرگ خواب کرده دور تا دور اتاق آویزان بود که انواع آسیب‌ها را پیش و پس از درمان با دستگاه‌ها نشان می‌داد. In front of the machine the major used were 3 photographs of hands like his that were completely restored. جلوی دستگاهی که سرگرد از آن استفاده می‌کرد 3 عکس دست شبیه او دیده می‌شد که کاملاً بهبودی پیدا کرده بودند. I do not know where the doctor got them. نمی‌دانم دکتر آنها را از کجا آورده بود. I always understood we were the first to use the machines.
میدانستم که ما اولین افرادی بودیم که از آن دستگاه استفاده میکردیم. The photographs did not make much difference to the major because he only looked out of the window. عکس‌ها تفاوتی به حال سرگرد نداشت چون او فقط از پنجره بیرون را نگاه میکرد. امیدوارم از داستان لذت برده باشید. در سرزمینی دیگر تصویری کوتاه و فشرده از زخم‌های جسمی و روحی سربازان جنگ جهانی اوله. همینگوی با زبان ساده و بی‌پیرایه بی اینکه احساسات رو مستقیما بیان کنه، حس بیگانگی، فاصله و ناتوانی از بازگشت به زندگی عادی رو منتقل میکنه. نقطه قوت داستان فضاسازی سرد و بیروح شهر و بیمارستانه که بازتابی از درون شخصیت هاست. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید. اگر دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید. لینک کانال تلگرام رو میتونید در گروه های دوستیتون شیر کنید. تا پادکستی دیگر.